سلام به همه برابچ. بابا دیروز من با یه دوستی صحبت میکردم، بعد این دادن شما چیکاره صحنه های عجیبی میبینه. با یه دوستی صحبت میکردم دیروز، بعد میپرسید که چطوری بیایم، چطوری، یعنی میگفت بیام، خیلی دوست دارم بیام. بعد نکته خیلی مهمش این بود که میگفت من وضع مالی خوبی ندارم که بخوام مهاجرت کنم و خیلی دوست دارم که بیام. و راننده هم بود توی ایران و من به خود روزی نیست، روزی خیلی ها 20 تا 30 تا نمیدونم پیام میدن که آقا ما میخوایم بیایم، ما همکار تیم، دست ما رو هم بگی، از اینجور صحبت ها. قبلا هم صحبت کردم واسه این داستان. یهو دیروز که با این دوستم حرف میزدم یه چیزی به ذهنم رسید. ببینید توی اروپا ایمیل زدن از رفتن حضوری توی یک شرکت یا دیدن رئیسی شرکت کاربردش بیشتر. زدن ایمیل. حالا شاید توی ایران انقدر کسی اصلا ایمیل کار نکنه با ایمیل، ولی اینجا توی اروپا ایمیل زدن خیلی مهمه. و داشتن رزومه یا سی وی بهش میگن، یعنی تو کارهایی که انجام دادی، چه مقطع تحصیلی، درس خوندی، اینا همه رو بیای جمع کنی توی برگه و به زبان انگلیسی. البته الان یه جوری شده که همکارای ما توی ایران همه تقریبا باسوادن. داشتن سواد، یعنی داشتن سواد، دونستن زبان انگلیسی در یه حدی، حالا نه حرفه‌ای، در یه حدی واقعا لازم و ضروریه و حتما به همتون توصیه میکنم اینو یاد بگیرید. زبان انگلیسی زبان خوبیه. به زبان انگلیسی شما میای سی وی رو تهیه میکنی، بعد ایمیل میزنی. حالا به کجا باید ایمیل بزنی؟ میای توی گوگل سرچ میکنی ترانسپورت پونکت یا نقطه کشورهای مختلف دیگه. CZ مثلا میشه چک، یا اصلا تایپ میکنید پونکت رپابلیک چک یا پونکت HU یا هنگاری مجارستان، یا مثلا لیتوانی LT. اینا رو سرچ میکنین، شرکت های ترانسپورت توی اون کشور رو برای شما میاد بالا. اتفاقا همین هفته پیش توی دورتموند بودم، یه راننده بود، خیلی آدم با شخصیت و باحالی بود و اینا. من داشتم با تلفن فارسی صحبت میکردم، اومد گفتش که شما فارسی ایرانی هستی؟ فارس هستی؟ گفتم بله. تاجیک بود، آدم خیلی خوبی بود، توی کشور لیتوانی کار میکرد. میگفت من 3 ماه کار میکنم تو لیتوانی، بعد 1 ماه میرم خونه. حالا سیستمی که چینده بود اینجا، گفت من وای نمیستم 1 ماه میرم تاجیکستان. یا دیدم دیگه، مثلا پارسال با یه دوستی آشنا شدیم، ما توی فرانسه باش رفیق شدم، پسره رو. بچه قزاقستان بود ولی انگلیسی فول بلد بود. اون توی یه شرکت لهستانی کار میکرد. بعد من باهاش صحبت کردم و اینا، تلفن شرکتشون، کارپرداز شرکتشون رو ازش گرفتم. یه دوستی دارم من توی ایران، قبلا رومانی بوده، گواهینامه رومانی هم داشته. بعد ما زنگ زدیم به کارپرداز شرکت و شرایط این دوستمون رو گفتیم. خلاصه گفت سی وی رو ایمیل کن. یه سی ویشو ایمیل کردیم و اینا. بعد یه سری مدارک میخواست، مثلا گفتش که گواهینامه تو ترجمه کن، اون کارت هوشمند تو مثلا ترجمه کن. اینا کارا رو انجام داد. طفلی خیلی زحمت کشید. بعد قرارداد کاری و دعوتنامه کاری رو براش فرستادن، بچه شماله فرستادن شمال جلوی در خونش. خودش خیلی زحمت کشید واسه این داستان.
بعد رفت سفارت لهستان و ریجکت کرد، این سفارت ریجکتش کرد، وگرنه اون شرکت کارشو خوب انجام داده بود. ببین شرکت های ترنسپورت خیلی نیرو میخوان و از یه راننده خیلی سود میگیرن، سود میبرن در واقع. و ممکنه شما یه شرکتی پیدا کنی کار شما رو انجام بده، حتی پول پرواز شما رو هم پرداخت کنه، یعنی برای شما پرواز هم بگیره. شما چه هزینه‌ای باید پرداخت کنی؟ فقط باید هزینه سفارت رو پرداخت کنی، اونم $150 فکر میکنم یا یورو میشه، انقدی نمیشه. به نظر من این بهترین راهیه که دوستان میپرسن ما چطوری بیایم. شانستون رو امتحان کنید، راه بدی نیست. دیشب میگم یه دفعه به ذهنم رسید، گفتم یه ویدیو بذارم که حالا شاید یه نفرم که کارش را بیفته، یه نفره. آره ولی فکر کنم طولانی شد. امیدوارم که مفید باشه براتون. مخلص همگی، کوچیکم.